میلیون دلار هست بین تاجیکستان و یکی از دولت‌های ترقی کرده دنیا که 80 میلیون اهالی دارد، امکانیت‌ها خیلی وسیع هستند. از این خاطر باید ما از همه ذخیره و امکانیت‌های ثمرناک استفاده برده مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی را باز هم بزرگتر نماید. و اشکاشی که با استفاده از تجارتی سرمایه گذاری سازمان داد شریکان هم مبادله کالا یکی از راه‌های توسعه روابط اقتصادی ماست. خب ما در زمینه صنایع غذایی، صنعت شوینده ها، مصالح ساختمانی وضعیت قابل توجهی داریم برای تاجیکستان. تاجیکستان هم در زمینه مواد معدنی، آلومینیوم و سایر کالاها زمینه‌های خوبی داره. به جز موضوع مبادله کالا، بحث مسئله سرمایه‌گذاری‌های مشترک خیلی مهمه. برای بازرگانی ملاقات خوبی داشتیم، تصمیم خوبی گرفتیم با اتاق بازرگانی که ما زمینه تأسیس شورای مشترک بازرگانی بین ایران و تاجیکستان رو به زودی تأسیس خواهیم کرد.